گفت خدا بارون رو بفرست. گفت یک نفر توی جمع گناهکاره بگو بره بیرون. برگشت روشو برگردون گفت امت ما آمدیم برای دعای بارون، قحطی آمده، خوشحالیه، لطف کنه هر کی گناهکاره بره بیرون تا بارون بیاد. جوونی که گناه کبیره کرده بود، حالا به دینشون مذهبشون چی گناه کبیره کرده بود نمیدونم، گفت خدا میدونم که منظورت منه، قول میدم توبه کنم، بارون بفرست، من مواظب خودم خواهم بود. یه مرتبه بارون آمد. خدا گفت موسی گفت خدا چیکاره حواستون پرت، کسی نرفت از جمع بیرون. حالا یه جور وحشتناک صحبت نمی‌کرد موسی، ولی خودمونی بود. چون میدونید تو پیغمبرا یه مقدار ایشون تند و تیزتر بوده. حضرت موسی با پیامبرای دیگه خیلی فوری گفت خدا کسی بیرون نرفت که وحی آمد موسی بنده ما تو همین جمعیت با ما ارتباط برقرار کرد، بارونو بفرست. یک فردی عرق خورده بود، قرقاتی شده بود، سیماش چی بود، حالا رضا شهر بود، بلوار پیروزی بود، نمیدونم کجایه. گوش میکنی جلوی موسی رو گرفت، گفت بیا اینجا ببینم موسی، تو میگی که خدا گناه منوشه، خدا عذاب میده، برو بگو منت خدا نمیشیم، روزیش هم نمیخوام. تو میگی آی گناه نکن که روزیتون کم میشه، به جهنم که روزی ما کم میشه، از ما روزی خدا رو نخواستیم. ثانیاً بگو خیلی از این خدایی خدا ننگمون چی خوشمون نمیاد، ننگمون میکنه که اینجور خدا سختگیریه، نمیذاره هیچ کار ما بکنه. برو بگو، اگه جرأت داری برو بگو خداحافظ. قرقاتی بود، از تو کوچه رفت. ایشون رفت به کوه طور رو دعاشو کرد و برمیگشت، می‌خواست برگرده دیگه، مناجاتش تموم شده بود. خدا وحی فرستاد موسی چرا حرف بنده ما رو به ما نمیگی؟ ببخشید دیگه، جوونه جاهل چه میفهمه دیگه. به دیوانه گفتم برو کنار که جوون داره میاد، هم یک قلمه به جوونه عزیز رفت خستگیش. به دیوانه گفتم برو کنار که جوون داره میاد. چون ژاپن میخوان یک موتوری بسازن که یک تایر داشته باشه. گفتم بره چی؟ گفت بره که ایرانی‌ها تک چرخ میزنن، نمیفهمن. یک تایرش ایرانی میگه موتور هوندا یک چرخش اضافه. خب نفل دلت بره کمکای جلوی موتور بسازه، اونا جفتی 40,000 تومان تو وجود میری بالا جلوی دبیرستان خودت تخته میکنی رو زمین. رفیقاش همه داماد شدن، رئیس شدن، وزیر شدن، این لنگش به هوا میکنه که ما چونو مرد شیر چره ببره با وجود. خدایا همین سزای شما رو همین مارمولکا میدن و همین زیر آسمان شهر و خشایار و خانم فرامرزی و بیروز خالیبن. جدی میگم کو شمایی که باید یک چنان سخت وقتی آمار گرفتن گفتن 80% مردم دارن سریال نرگس تماشا میکنن. خب این چی آموزی داشت؟ ما هم به اندازه تو روانشناسی خوندیم، ما هم میفهمیم روابط بین انسان ها، ولی یک سریالی هست به نام قصه های جزیره، برو نگاه کن، اونها هم فیلم میسازن. اگه تو روابط بین انسان ها رو می‌خواستی نشون بدی بفرما. یه سریالی ساختن روزگاری، یک دزد سرگردنه رو یه پیرزن تربیت کرد فرستاد خانه بخت. این چی جور فیلمیه که ساختیم؟ هی لفت لاغ، هی بیروز، هی فلان، همه جدی ننویسید. دوسته کاری کنید که میان خونتون این جوانای عزیزی که اینجان بعضی وقتا دیدید تو خونه‌هاشون از این منظرهای غروب آفتاب دود رو یه قایقیه تو نفر دست هم دیگه رو گرفتن. می‌بینی یک صلیب یک دختری دو زانو نشسته، یک تیر به جیگرش خورده، پایینش نوشته اسیر عشق. اون دیگه می‌نویسن که به چشمانت بیاموز که هرکس ارزش دیدن نداره. رو داشبورد ماشینش نوشته سلام غریبه، نگام نکن آب میشم. یک کاره میکنن جوونا. خانم انظری رفت به کره ما، این می‌نویسه که زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید. زندگی شستن یک بشقاب است. بابیلا از دنیا همین رو فهمیدی تو. باز نگید شعر نو نمیفهمه چیه، به اندازه شما میفهمه. گوش کن حاجای بزرگوار، الان کشور مصرفی در جهان ایرانه. 4 برابر آلمان شما سوخت مصرف میکنید. اولین کشور مصرف کننده نوشابه گازدار، اولین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی. سالانه 1,800,000 تن فقط قند شکر مصرف میکنن ایرانی‌ها. سالانه 1,200,000 تن فقط روغن نباتی وارد میشود. چه خبرتونه؟ کو بازدهی این همه مصرف چی شد؟ فوتبالتون رو میخواین که دست از پادرازتر برمیگرده. 4 میلیارد تومان بلعید این بودجه فوتبال، فقط فوتبال. ما 40 فدراسیون داره ایران، فقط فوتبالتون دست از پادر. ما حریف برزیل نمیشیم، پس برای چی موقع بچهای مردم کار میگیرید؟ این تو میدونی هر ضربه که میخورن تو جریان جهانی عقده حقارت پیدا میکنه جوان. پس بگو آقا ما نداریم، ما اینجور تیمی نداریم. پاکستان اصلا سربازی نداره، اصلا چیزی به نام سربازی نداره که بعد بگن مثلا آشخوری و پولار دزدیدن، پولای پادگانان میبرن سرنگا میخورن مثلا میگن.
ندارن، اصلا چیزی به نام سربازی ندارن، مفت میخورن مقابل کشورتون یک جوری نگه میدارن. آقا یا نرید تو گود یا مگه میرید پرچم ایران رو ببرید بالا. آقا شما که در عزاداریاتون این ماده های بی سواد بلا نسبت ماده های عزیزی اگه تو جلسه هستن جسارت نباشه، این دیستیسی ها ابو فاضل آپاراتی بدبخت بی سواد وقت گم شو برو. منشه 10 شب در مسجد فلان مراسم است، بعد منشه که سخنران آقای اکبری مداح نصف چهارراه میگیره سفتر قلی. اشکال نداره، جای ما رو که تنگ نکردم به جهنم، سزای شما همون برین.